امور کووید 19 در شهر ولایت‌های تاجیکستان 6 فوت و 90 مورد جدید. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از افزایش تعداد فوتیدگان و گرفتاران به مریضی ویروس کرونا یا کووید 19 در یک روز اخیر خبر داد. در اطلاعیه‌ای که مرکز مطبوعاتی وزارت در اختیار سپوتنیک تاجیکستان قرار داد، تا ساعت 17:00 امروز 9 می تعداد گرفتاران ویروس کرونا در کشور به 612 نفر رسیده. شماره آنهایی که از این مریضی جان دادند 6 نفر افزود و همگی به 20 نفر رسید. در یک شبانه روز اخیر 552 نفر پس از گذراندن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی به خانه جواب داده شدند، آمده است در خبر. طبق اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تا بگاهی 9 می سال روان در مؤسسه‌های طبابتی کشور همگی 4738 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته. طی شبانه روز اخیر همین 552 نفر صحت یافتند. و قرغیزستان همچون مرکب ارزیابی می شود. مقامات قرغیز ادعا دارند که از جانب تاجیکستان به طور ناگهانی به سوی مرزبانان و شهروندان قرغیزستان آتش گشودند. خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید روز جمعه 8 می در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تیرپرانی صورت گرفت. به اطلاع منبع، مناقشه سر استفاده 50 گکتار زمین در ولایت بادکند سر زد. این مکان علامت گذاری شده است و عملاً از جانب شهروندان قرغیزستان استفاده می شود. تقریباً 30-40 شهروند قرغیزستان و 30-40 شهروند تاجیکستان یکدیگر را سنگباران کردند. در جریان این حادثه از سلاح شکاری نیز زیرخالی شد. با مقصد پیشگیری از مناقشه، سرحدبانان قرغیزستان و تاجیکستان چند مرتبه به هوا تیر پراندند، آمده است در خبر. سپوتنیک قرغیزستان از قبل مقامات این کشور خبر داده است که با گذشت اندک وقت سرحدبانان تاجیکستان همتایان خود و شهروندان قرغیزستان آتش شدند. الان وضعیت در مرز مرکب گفته می شود. جراحت دو تاجیک، درگیری در مرز تاجیکستان و قرغیزستان. سخنگوی شهری اسفرهی ولایت سوغد میگوید در پی درگیری های امروز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 2 نفر زخمی شدند. این 2 نفر ساکنان محله قوم‌مزار جماعت دهات چورکوی شهر اسفره، ایامدین شریپov متولد سال 1971 و فضلالدین فاضلov متولد سال 1983 میباشند. اطلاع داد اقبال تاشев، سخنگوی شهرداری اسفره به سپوتنیک تاجیکستان. او گفت که اولی هنگام سنگپرتایی از سر زخم شدید برداشته، دیگری از تیر سلاح شکاری شدیداً مجروح شده است. عین زمان هر دو در بیمارخانه شهر اسفره قرار دارند. فضلالدین فاضلov عین زمان روی میز جراحی قرار دارد، گفت اقبال تاشев. منبع توضیح میدهد که پس از دخالت سرحدبانان وضعیت تا چند مدت آرام شد و میان شهروندان هر دو جانب کارهای فهماندهی گذرانیده شد. فعلا وضع مرکب ارزیابی می شود.